سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیو جدید. من میلاد امروز هستم. امروز آمدیم با یه آموزش مایکرافت دیگه. میخوام توی آموزش کوتاه بهتون آموزش بدم که چگونه یک اکانت ایکس باکس بسازین و راحت به سرور آنلاین جوین بشین و بدون هیچ دردسر و آسون. و قبل از اینکه بریم سراغ آموزش حتما ویدیو رو لایک کن، چنل منم ساب کن، بزن بریم سراغ آموزش. لیتس گو. خب دوستان، از اونجایی که اکثرا نمیدونن چگونه سایگین کنن، توی منوی مایکرافت اون بغل یه دونه گزینه کوچیکی هست به اسم سایگین. روی این کلیک کنین، یه صفحه براتون باز میکنه که شما باید یه ایمیل وارد کنین. یه دونه از ایمیلتون رو وارد کنین و بعدش یه کد واسه ایمیلتون میفرسته. اون کد رو وارد کنین، پسورد و اسم و اینا میخواد. اینا رو وارد کردین، بعدش یه بخش اضافه میشه براتون که شما یه پروفایل انتخاب کنین و یه یوزرنیم واسه خودتون بزنین و بعد که شما اینا رو زدین روی گزینه نکست بزنین. اگر براتون اتفاقی نیفتاد با یه دونه ایمیل دیگه تست کنید و بازم اگر اتفاقی نیفتاد شما نیازه که یه دونه ایمیل جدید بسازین و دوباره اون کارا رو انجام بدین و بتونید راحت اکانتتون رو بسازین. ولی این کاری نکته داره، برای اینکه بتونید شما راحت دوباره اکانت رو بسازین باید یه دونه یوزرنیم جدید درست کنین برای خودتون، چون قبلی روی ایمیل قبلیتون بوده و دیگه کار نمیکنه. و اگر شما چند تا یوزرنیم تست کردین و اونا براتون کار نکرد، 4 تا یوزرنیم خودشون پایین براتون گذاشته و یک از اونا رو انتخاب کنید که اونا غالبا کار میکنه و یه دونه پروفایل ساده هم انتخاب کنید که اکانت براتون ساخته شه و گزینه نکست رو بزنید میاره براتون. و یه نکته دیگه که با شما در نظر بگیرید، هر بار که شما توی ماینکرافت بیاین بعد ساخت اکانتتون، اگر براتون خودش سایگین نبود روی سایگین کلیک کنین، همون صفحه رو براتون میاره. فقط شما روی ویلکام تو ماینکرافت بزنید، همون پایین هسته و خودش خود به خود براتون سایگین میشه. خب دوستان، این هم از آموزش امروز ما بود. اگر این آموزش به کارت اومد ویدیو من لایک کن، چنل منم ساب کن، توی کامنت نظر درباره این ویدیو هم بهم بگو و تا ویدیوی دیگر فعلا.